چیزی هست که اصلا فرای خیال من دوستش دارم. او مای گاد این بره. اصلا نمیدونم چرا امید به زندگی حساب میشه این. ببین من اون سری اینو گرفتم، ترکیب با حالت کنجدیتور بود، ولی فکر کنم الان باید اینا رو بردارم. البته اینا مارکش نمیدونم، کوچیک برمیدارم، کوچیک بهتره. اینجوری به هم قور نمیزنن جوش میزنی. ایده بهتریه. بچه ولی یه حسی به هم میگه اینا رو به طرز عجیبی میکنم توی پاچمون چون که اسم خارجی که روش داره و دیگه با کیک های خودمون فرق میکنه. مثلا اگه اینا رو 30 تومن 40 تومن میخری، اونا چون اسم خارجی داره فکر کنم 500 تومنی باید هزینه. من یادمه یه بار از یه هایپری داشتم خرید میکردم، بعد دنبال پنکیک بودم، بعد یه دیدم پنکیک اصل داره، گفتم او مای گاد. به دختره گفتم چنده این؟ گفت قابل تو نداره 500 تومن. گفتم که نمیخوام بده سرش شکلیه شما بخواید جنس اصل بگیرم بخرید. بخشید خامه مخصوص شیرینی پزی داریم؟ خامه مخصوص شیرینی پزی نه ظرفی هن. خامه های مخصوص شیرینی ظرفی هن.